کاغذ داده بود. گفت که اگر من دیر کردم همین کاغذ رو با یگان کس نشانتی. حاضر منه بچه باز وای بند نباشد. آخر وای همیشه سرکار است. تشویش ندهیم خوب میشد. ما فقط میخوایم فهمیم که چرا دیر کرد. همین که پسرم اومده منو برد تو رو همراه میبریم خونه. شناس میکنم با پسرم که از کسی که این کاغذ را میخواند خواهش میکنم که این پیرزن را به خانه کلان سالان برده گذارد. التماس. ای عشق و